سلام دوستان، توی این ویدیو قرار اولین پاراگومان قسمت 79 سریال شربت زغال‌اخضر رو ببینید. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا چیزی رو از دست ندید. اینجا کانال سینما توره. اگه به شنیدن جدیدترین اخبار حواشی سلبریتی ها و سریال های ترکی علاقه داری، تا یادت نرفته کانال منو سابسکرایب کن و ویدیوها رو لایک کن تا افراد بیشتری بتونن ببینن. در قسمت قبل دیدیم که بعد از طوفان گورکم در جشنی که برگزار کرد پدرش بهش گفت برو سوار ماشین تا بریم خونه، که گورکم میگه من میرم خونه خودم و فاتح که میبینه اینجوری هم از دستش خلاص نشده میگه از دست تو اصلا نمیشه خلاص شد و همه خانواده به عمارت میرن تا خانواده گورکم هم برسن، که گورکم میگه من به خانوادم میگم اون پول چرا که کف دست شوهرم بوده که به اون زن داده و ناراحت نیستم و میبخشم. مگه نشنیدین که از قدیم میگن عروس به مادر شوهرش میکشه؟ و خانواده گورکم با ناراحتی میرسن، که پنبه میگه خانم ها همیشه از خودگذشتگی میکنن تا بتونن خانوادهشون دور هم نگه دارن، که آسوده میگه اما من چنین کارهایی رو تحمل نمیکنم و به گورکم میگه اگر دختر خودمم بود بهش میگفتم که جدا بشه. بعدش با اشاره به نورسما میگه همونطور که نورسما این چیزا رو تحمل نکرده و جدا شده، اما باز هم کسی حریف گورکم نشده، اون گفت جدا نمیشه. بعدش متهان رو دیدیم که فیلم های پخش شده رو به عمر نشین داد و گفت فاتح با این کار میخواسته از تو انتقام بگیره، و کیویجیم رو دیدیم که گوشیش رو برای تعمیر برد و بهش گفتن که توی گوشیت شنود کار گذاشتن و همه مکالمه ها، پیام ها و موقعیت مکانیت رو چک میکنن، که دوباره کیویجیم متوجه شد شکش به جمال بیراه نبوده. وقتی هم که به خونه اومد فیلم آبروریزی رو با دعا و مادرش دید و بعدش دید که دعا از این اتفاق خیلی ناراحت شده و ازش پرسید چی شده؟ تو چرا اینقدر ناراحت شدی؟ بعدش هم فیراز رو دیدیم که به نورسما زنگ زده و میگه حرفای گورکم رو اصلا باور نکن و مراقب خودت باش. اگه پشت من هم چیز بدی کسی گفت باور نکن. من آدم بدی نیستم، فقط هیچ کاری رو نمیتونم درست انجام بدم. و تلفنش رو بعد قطع کردن انداخت دور. روز بعد هم به آسوده خبر دادن که فیراز سهامش رو خیلی مفت فروخته و رفته. و دیدیم که وقتی همه به خونه قدیمی پنبه رفتن امام جماعت مسجد اومد و با هم آشنا شدن و پنبه هم خیلی ازش خوشش اومد و انگار نورسما هم بیمه نیست و میگه وقتی که از کنار مسجد رد میشده صحبت‌هاشو شنیده و خوشش اومده. و دیدیم که کیویجیم وقتی موضوع جاسوسی رو فهمید به جمال گفت که به خاطر مادرش نمیتونه کار کنه و میخواد از کارش استعفا بده، اما جمال بهش گفت استعفاشو قبول نمیکنه و باید از راه دور کارشو ادامه بده و کیویجیم به خاطر اینکه جمال شک نکنه قبول کرد. اما بعدش به اداره پلیس رفت و همه چیزو گفت، که پلیس بهش گفت چون جمال کار اشتباهی مثل گروگانگیری یا زورگیری نکرده نمیشه حکم دوری براش صادر کرد و فقط به خاطر شنودی که روی گوشیش نصب کرده میتونه ازش شکایت کنه. اما جمال هم متوجه ماجرا میشه، که کیویجیم گفت وای به حال ما خانم ها با این قوانینی که کشورمون داره. و بعدش دیدیم که کیویجیم برای همدردی به عمر زنگ زد و با هم قرار گذاشتن و درباره اتفاقات و اینکه چطور میشه که آدم ها اینقدر بدذات میشن صحبت کردن. و در آخر عمر میگه یک چیزایی مثل دوستی و عشق و صداقت رو با پول نمیشه خرید یا عوض کرد. و فاتح و گورکم رو دیدیم که باز هم درباره طلاقشون بحث میکنن، که گورکم میگه اگه دوباره چنین حرفایی رو بزنی هم خودم و هم بچه رو میکشن. و در سکانس پایانی دیدیم که کیویجیم و عمر برای شام بیرون رفتن، که همون موقع جمال زنگ زد و گفت حالم خیلی بده و بیا پیشم، که اونا با هم میرن خونه جمال، که جمال موقع رسیدن کیویجیم میگه برای دومین ماهگرد آشناییشون میخواد جشن بگیره و وقتی که عمر رو میبینه عصبانی میشه و میگه چرا عمر آوردی خونه من و چاقوی روی میز رو بر میداره و به عمر ضربه میزنه. به احتمال زیاد این آخرین قسمتی بود که کاراکترهای جمال و فیراز رو دیدیم و اونا با این سکانس ها از سریال خارج میشن. Ya küslük olur mu? Senin için bıçaklanmak.
و در فراگمانی که از قسمت جدید سریال منتشر شده میبینیم که پنبه به عبدالله خبر چاقو خوردن عمر رو میده و عبدالله هم میگه الان موقع قهر بودن نیست و انگار اینجوری شرایط آشتیشون مهیا میشه. بعدش هم کیویجیم رو میبینیم که توی خونه عمره و عمر بهش میگه از اینکه به خاطر تو چاقو خوردم خوشحال و راضیم. Besbelli. Benim niye sapığım olmuyor kızım? اما سورمز رو میبینیم که خوشش نمیاد دوباره عمر به دخترش نزدیک بشه و میگه کاملا مشخصه کسی که جونمون رو نجات داده وارد زندگیمون هم میشه و یه جورایی به کیویجیم کنایه میگه. Demek ki karşı taraftan bir şey görmeyince olmuyor. Bir de üstüne o saatte orada ne işi varmış diye tam olsun. و باز هم دعواهای مری و پنبه رو میبینیم که پنبه رو به نورسما میگه چرا دنبال من آدم‌های منحرف نمیان؟ معلومه که تا آدم از خودش چیزی نشون نده کسی همچین کاری نمیکنه. و مری میگه بهتره بگید اصلا اون توی اون ساعت اونجا چی کار میکرده که حرفتون کامل بشه. بعدش هم گورکم رو میبینیم که پیش دکتر رفته و بهش میگه که وضعیت بچه خوب نیست و شاید نتونه 40 هفته‌ش رو کامل کنه. و گورکم با ناراحتی توی خونه به خودش و بچهش دلداری میده. بعدش هم پنبه و نورسما رو میبینیم که رفتن پیش حلیمه و نورسما بهش میگه درست نیست که شما آدم‌ها رو با توجه به حجاب داشتن یا نداشتن دسته‌بندی و صدا کنید. که حلیمه به پنبه میگه بهتر دخترتو ادب کنی حتی اگه شده با کتک. وگرنه بعدن کسی که دخترشو نزنه باید به زانوهای خودش بزنه. Meri evi terk etti. Bir daha da gelmeyecek. بعدش هم میبینیم وقتی عبدالله پیش الف کوچولو رفته پنبه بهش میگه که مری از اونجا رفته. Sakın bir hata yapmaya kalkma Doğa lütfen. İyi ki varsın. Sen varsan varım ben. و دعا و فاتح هم میبینیم که فاتح میگه تازه ماجراهای ما داره شروع میشه. اما دعا یاد حرفهای مادرش میفته که بهش گفته بود حواست باشه اصلا دوباره چنین اشتباهی نکنی. اما از رفتارهای دعا مشخصه که انگار حرفهای مادرش براش مهم نیست و اونم از بودن پیش فاتح راضیه. چون وقتی میرسونتش خونه میگه خیلی خوبه که هستی و فاتح میگه چون تو هستی من هستم. با توجه به اتفاقات جدیدی که داره توی سریال میفته انگار دوباره همه جوش‌های محبوب دارن پیش هم برمیگردن. نظر شما چیه؟ آیا دوست دارین که دوباره فاتح و دعا و عمر و کیویجیم برگردن پیش هم؟ خوشحال میشم که نظرتون رو توی کامنت ها به هم بگید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین.